شب جنگ بود. برق رفته بود و من از پشت پنجره سایه سیاه غول پیکری رو دیدم که از تپه پایین می اومد. صدها کلاغ مثل لشگر دیوونه بهش حمله کرده بودن. اون موجود جیغ می کشید. کلاغ ها رو تیکه تیکه می کشت و مستقیم اومد سمت ساختمون ما. طبقه 4 بودیم. صدای پریدنش روی سقف بتونی هنوز تو گوشمه. ولی این فقط یه سایه معمولی نبود. این همون چیزی بود که 6 سال زندگیمون رو نابود کرده بود. همسرم 2 بار باردار شد و 2 بار جنینش بدون هیچ دلیل پزشکی سقط شد. هر شب همون زن زشت و قد بلند می اومد تو خوابش، گلوش رو می فشرد و می گفت محاله بذارم بچه دار بشی. مادر بزرگش سالها پیش یه مهره سیاه و سبز از گردن همین موجود کنده بود. مهره‌ای که کلاغ‌ها رو تبدیل به نگهبان می کرد. و حالا تو اوج بمباران و تاریکی مطلق اون مهره دوباره گردن همسرم بود و اون موجود اومده بود تا پسش بگیره. اگه تا آخر این داستان با من بمونی میفهمی چرا صبح روز بعد پشت بوم ساختمون ما پر از جنازه کلاغ بود و چرا بعد از اون شب بالاخره پسر سالممون به دنیا اومد. در قومیت و فرهنگ‌های مختلف وقتی درباره آل صحبت میشه همه فکر میکنن این موجود پلید فقط توی قصه زنهای قدیمی گفته شده، ولی ماجرایی که تعریف میکنم درباره زندگی خودمه که پارسال اتفاق افتاد. دقیقاً ما بین جنگ 12 روزه. من اشکان هستم، ساکن کرج و همسر خوب و مهربونی دارم، ولی بعد از 6 سال ازدواج و 2 بار سقط جنین توسط همسرم دیگه داشتیم از بچه دار شدن ناامید می شدیم. آخه بعد از هر دفعه باردار شدنش اتفاقات عجیبی رخ می داد. اولین بار یادمه وقتی پری تازه متوجه شد که باردار شده رفتیم جواب آزمایش رو گرفتیم و هر دومون خوشحال بودیم. ولی 1 ماه بعد کابوس‌های پری شروع شد و نیمه‌های شب با ترس از خواب میپرید و میگفت هر شب دارم کابوس میبینم. توی خوابم یه زن زشت و قد بلند به هم نزدیک میشه که خیلی ازش میترسم. باهاش صحبت میکردم که آرومش کنم، ولی میگفت اون فقط توی خوابم نیست. روزا وقتی خونه نیستی وسایل خونه تکون میخورن و صداهای عجیبی میشنوم. و چند روز بعد هم بی خود و بی دلیل بچه سقط شد. دفعه دوم هم مثل اولین بارداری باز هم پری دچار توهماتی شدید میشد. میگفت اون زن بهش چنگ میزنه و کبودی روی پوستش ظاهر میشد. و بچه دوم هم اوایل بارداری سقط شد. منزل ما نزدیک کوه، انتهای شهر بالای بیمارستان البرز و خونه ما انتهای آخرین کوچه و قبل از کوهستان‌های البرزه، جایی که در طول روز منظری عالی و زیبا داره ولی شبها به شدت ترسناک و عجیب میشه، پر از سایه‌ها و صداهایی که از ناکجا میان. همسرم پری بعد از مدتی افسردگی وقتی حالش بهتر شد میگفت مادر بزرگم مهره‌ای داشته که در برابر این سایه‌ها ازش محافظت میکرده. ماجرایی عجیب رو از زبان مادر بزرگش میگفت که من باورش نکردم و خندیدم. ازش پرسیدم چه جور مهره‌ای پری؟ درباره مادر بزرگش داستانی رو گفت که توی داستانش آل و کلاغ و مهره‌ای بود که به رنگ سبزه. پری میگفت مادر بزرگم این مهره رو از خود آل گرفته. با تعجب گفتم آخه مگه میشه؟ و اونم ماجرا رو اینجوری تعریف کرد که در زمان قدیم توی خونه ها اتاقی بود به اسم تنورخونه که داخلش تنور بود و روی سقفش پنجره‌ای داشت که دود ازش بیرون میرفت. مادر بزرگم میگفت 18 سالم بود و بچه اولم رو حامله بودم. با اینکه ماه آخر بارداریم بود
مجبور بودم نون بپزم و همیشه قبل از ظهر این کار رو انجام میدادم. ولی اون روز حالم خوب نبود و تا عصر خوابیدم. وقتی که مشغول پخت نون شدم تقریباً غروب شده بود و هوا رو به تاریکی میرفت. داشتم تون نون داخل تنور میزدم و زیر لب شعری رو زمزمی میکردم که ناگهان حس کردم کسی نگاهم میکنه. ناخودآگاه سرمو بالا گرفتم و دیدم پیرزنی زشت از پنجره پشت بوم خیره شده. موهای بلندش از سقف به داخل آویزون شده بود و خیلی سریع خودشو عقب کشید. سایه سیاه و بلندش رو دیدم که از روی پشت بوم حرکت کرد و صدای پاهاش با سرعت از اونجا دور می شد و سقف تنورخونه رو می لرزوند. وحشت کردم و سری نونها رو از داخل تنور بیرون کشیدم و رفتم توی خونه و در رو بستم. می دونستم اون موجود آل بود و به خاطر بچم کمین کرده. مش حسین که اومد بهش گفتم چی دیدم، اما به حرفم اهمیتی نداد و گفت لابد خیالاتی شدی و چشم و همچشمی باعث شده این حرفا رو جدی بگیری. وقتی که بچم صحیح و سالم به دنیا اومد خیالم راحت شد، ولی همون شب اول اون موجود اومد سراغمون. اون شب بچه رو شیر دادم و بغلم خوابوندمش. غرق خواب بودم که حضور کسی و بالای سرم حس کردم. چشمامو که باز کردم دیدم همون پیرزن زشت و قد بلند به آرومی بهم نزدیک شد، اما انگار فلج شده بودم و فقط چشمام حرکت میکرد. اومد بالای سرم و خم شد و به چهره بچم زل زد. وحشت کرده بودم و در تاریکی اتاق چیزی دور گردنش برق میزد. چشمم به گردن بندش افتاد که از گردنش آویزون بود و فاصله زیادی با صورت من نداشت. زبونم بند اومده بود و بدنم سنگین بود. فقط توی دلم گفتم خدایا یا منو بکش یا نجاتم بده. همینو که گفتم یهو انگار قفسی که دور بدنم بود شکست. با یه فریاد که خودمم باورم نمیشد دستمو انداختم بالا و چنگ زدم به گردنش. گردن بندش پاره شد و مهرهاش ریخت زمین. انگار اون موجود غافلگیر شد و با یه جیغ ناهنجار تبدیل به یه سایه سیاه شد و از دیوار بالا رفت. مش حسین که با فریاد من از خواب پریده بود گفت چی شده؟ چرا داد میزنی؟ اطرافمو نگاه کردم و میخواستم بهش بگم چی دیدم، ولی نه خبری از سایه‌ای بود و نه گردنبندی و نه هیچی. مش حسین قرقر میکرد و میگفت روزا که سر زمین آسایش نداریم شبا هم از دست تو. ناگهان توی دستم چیزی رو حس کردم. وقتی دستم رو باز کردم یه مهره کف دستم بود، یه مهره گرد و سیاه که وسطش سوراخ بود و توی نور به رنگ سبز در می اومد و روش نقش یه چشم بود، یه چشم ریز شبیه چشم پرنده که وسطش مثل زمرد سبز بود. مادر بزرگ می گفت اونجا فهمیدم که خواب نبوده، چون اگه خواب بود چطور این مهره توی دستم بود. از اون شب به بعد وقتی که آل نزدیک خونه می شد اول کلاغ‌ها می رسیدن، جوری که همیشه از صدای کلاغ‌ها می فهمیدم آل همون اطرافه. انگار کلاغ‌ها دشمنی دیرینه‌ای با آل داشتن. آخه هر دفعه که آل نزدیک می شد صدها کلاغ مثل لشکری بهش حمله می کردن. تا اینکه یه روز اواخر بارداری دومم با صدای کلاغ‌ها از خواب پریدم. نگاهم به سمت پنجره بود و هوا داشت تاریک می شد، اما همین که سر چرخوندم اون موجود رو توی چارچوب در اتاق دیدم که با صدای ترسناکی گفت مهره منو بهم برگردون، وگرنه تا 7 نسل خودت و نزدیکانت رو آسیب میزنم. اطراف خونه پر از کلاغ شد و خودشون رو به شیشه های پنجره ها میکوبیدن و انگار دنبال اون موجود بودن. من اون مهره رو دور گردنم انداخته بودم و زیر لب بسم الله میگفتم و انگار اون موجود میترسید بهم نزدیک بشه. همین که رفت بیرون کلاغ‌ها بهش حمله ور شدن و با جیغ‌های بلندی فرار کرد.
تعدادی از کلاغ‌ها رو کشته بود و روز بعد جنازه کلاغ‌ها رو توی باغ دیدم. کلاغ‌ها اونقدر زیاد بودن که قابل شمارش نبودن و همسایه‌ها از دیدنشون تعجب کرده بودن. اما هیچ کس، حتی خود من، نمیدونستیم چرا اون همه کلاغ اطراف خونه ما هستن و چی باعث کشته شدن اون کلاغ‌ها شده. ولی کم کم دستم اومد و فهمیدم که اون کلاغ‌ها دشمنی خاصی با آل دارن. بعد از اینکه مادر بزرگم ماجرای آل رو تعریف کرد، رفت و از داخل صندوقچه قدیمی یه سنگ سیاه و براق که سوراخ بود و بندی ازش رد کرده بود رو آورد و به هم نشون داد. می گفت توی روستای ما هر کی زایمان داشت این سنگ رو تا مدت 40 شب بهش می دادم و قسم قرآن می دادم که سالم برش گردونه. تا وقتی زن زاو داخل روستا بود، یه لشکر کلاغ همیشه در بیرون ده و یا داخل ده با سر و صدا به چیزی حمله می کردن و فراریش می دادن. به لطف این مهره آل از ده ما فراری بود، ولی همیشه در کمین بود که یه جوری به همون آسیب بزنه. حرفای پری که تموم شد ازش پرسیدم خب حالا اون مهره کجاست؟ به هم گفت بعد از فوت مادر بزرگ سنگ رو خاله بزرگم برداشت. 4 سال از تعریف کردن این ماجرا گذشت و دیگه همسرم حامله نشد. من توی دلم به این قصه قدیمی میخندیدم و دیگه این حرفا برام اهمیتی نداشت. تنها چیزی که مهم بود باردار نشدن پری، اونم بعد از 4 سال بود. حتی یه بار با ناراحتی بهم گفت اگه بخوای میتونی دوباره ازدواج کنی. منم خندیدم و گفتم درسته که حرفت شوخی بود، ولی به نظرت من تا این حد بی‌معرفتم؟ مدتی بعد به اصرار پدر و مادرم فال سر کتاب گرفتیم. بعد از اون هم پیش دعانویسی رفتیم که در یکی از روستاهای ساوه زندگی میکرد به اسم شیخ غفور. مشهور بود و خونش تقریبا بیرون از روستا روی تپه بود. حیاط خیلی بزرگی داشت و کلی مرغ و خروس، خصوصا مرغ و خروس سیاه که توی حیاط خونشون ول میچرخیدن. وارد خونش که شدیم چند نفر توی نوبت نشسته بودن. نوبت ما که شد شیخ من و همسرم رو نشوند و یه قطره خون از دست من و یه قطره خون هم از دست پری توی 2 ظرف مسی مجزا ریخت. بعد از دعایی که شیخ بهش خوند دیدم خونی که از دست همسرم گرفته بود سیاه شد. شیخ رو به همسرم گفت تو از نظر جسمی مشکلی نداری دخترم، اما از طرف جنیان دچار سحر و بستگی و نازایی شدی. از سمت مادری از شما به جنیان ضرری رسیده و نمیذارن دخترهای اون زن بچه دار بشن. حتی اگه باردار بشن اون جن که ضرر دیده مانع میشه بچه سالم بمونه. موکلم میگه مادر بزرگت به آل ضرر زده و مشکلتون با وجود اون آل حل نمیشه. یا باید ضررش رو جبران کنید که بدتر میشه و چون دیگه تهدیدی نداره حتما انتقام میگیره، و یا حفاظ لازم داری که باید برات هرز بنویسم. به شیخ نگاه کردم و گفتم منظورتون این ماجرایی که مادر بزرگ همسرم درباره آل گفته درسته؟ به هم گفت این اتفاقات بی دلیل نمیافتن، اونم برای کل خانواده. شیخ دعایی نوشت که توی آب حل کرد و به همراه گلاب به خورد پری داد تا دیگه کابوس نبینه و دعایی دیگه داد که همیشه به گردنش بندازه. ولی منطق من هنوز این حرفا رو قبول نمی کرد. به درخواست شیخ دعا در هیچ زمانی بعد از شروع بارداری نباید از گردن پری باز می شد و به پری هم بسیار تاکید کرد و در آخر پول زیادی گرفت و گفت همه چی رو بهتون گفتم، اگه کوتاهی کنید و به مشکل بخورید تقصیر خودتونه نه من. پیش خودم گفتم این بند آخر یعنی در کل به من مربوط نیست. اون روز گذشت و بعد از 2 ماه با بروز علائم بارداری زنم فهمید بارداره و تو خونه با دعوت خانواده یه جشن گرفتیم. با شروع ماه 5 بارداری توی خونه شبها صداهای عجیبی به گوش می رسید.
این بار به غیر از پری من هم صداها رو میشنیدم. صدای نفس‌های بلند و خسخس کسی که هر شب توی گوشمون میپیچید. بالاخره یه شب همسرم با جیغ بلندی از خواب پرید و گفت یه زن درشت هیکل با موهای بلند میاد و منو تا حد مرگ توی خواب میترسونه. پری میگفت وقتی اون موجود میاد قبلش میفهمم، چون بوی بدی مثل بوی مردار میده و بعدش همه جا تاریک میشه و زنی که بعضی اوقات از سقف میاد و بعضی اوقات از دیوار بهم حمله میکنه، با دستش محکم گلوم رو فشار میده و صورت چروکیدش رو بهم نزدیک میکنه و میگه محاله بذارم بچه دار بشی. کابوس‌های پری دوباره شروع شده بود و 1 ماه بعد وقتی که خونه بودم پری به حمام رفته بود و دعا رو از گردنش باز کرده بود. داشتم تلویزیون تماشا می کردم که با صدای جیغش به حمام دویدم. وارد حمام که شدم بوی مردار به مشامم خورد و دیدم پری بیهوش افتاده کف حمام. خوشحال بودم که سر پری به در و دیوار نخورده. اونو توی بغلم گرفتم و به هوش که اومد ترس و وحشت توی چشماش موج میزد. به اطرافش نگاه میکرد و میگفت باز اینجا بود، به خدا دروغ نمیگم اشکان. سری رسوندمش بیمارستان و میدونستم اگه اتفاقی برای بچه بیفته بازم با یک دور افسردگی شدید همسرم روبرو میشم. مستحصل شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. ناگهان یاد داستان اون مهره افتادم و گفتم بذار شانسمون رو امتحان کنیم. حتی اگه اثری هم نداشته باشه شاید باعث دلگرمی و آرامش پری بشه. پری توی بیمارستان موند و من رفتم خونه خاله فرح، خاله بزرگ پری. همه چی رو گفتم و ازش کمک خواستم. پیرزن آهی کشید و سر تکون داد و گفت مادرم با این کارش نفرین بزرگی رو به خونوادمون آورد. دخترای خودمم عین پری چندین سخت داشتن. از جاش بلند شد و بعد از چند دقیقه با یه سنگ سبز رنگ که اندازه یه فندق بود برگشت. اطراف سنگ سیاه بود و وسطش سبز رنگ و در کل سنگ عجیبی بود. روش دایره هایی بود و یه نخ از سوراخ داخل مهره رد کرده بود و به جای گردنبند استفاده می کردن. مهره رو به هم داد و گفت من و مادر پری هم عذاب زیادی برای هر زایمان کشیدیم. پری هر چی میگه باور کن. زنی با همین تشابهات که پری میگه هر بار سراغمون میومد و فقط این سنگ به خواست خدا کمکمون میکرد. هر چی که هست انگار کلاغ‌ها دشمن ذاتی این آل هستن و صاحب سنگ از محافظت کلاغ‌ها برخورداره. به گفته مادرم آل با داشتن این سنگ از موجوداتی مثل کلاغ‌ها در امان بوده، ولی الان سنگ دست هر کسی باشه وقتی آل به سراغش بیاد کلاغ‌ها برای محافظت ازش پیداشون میشه. مهره رو بنداز گردن پری و تا 40 روز بعد از زایمان ازش جدا نکن. هر بار آل بیاد نزدیکتون کلاغ‌ها بهش حمله میکنن. اینا رو گفت و قسمم داد در حفظ سنگ کوشا باشم و بعداً بهش برگردونم. بعد از اینکه همسرم از بیمارستان مرخص شد به کرج برگشتیم و سنگ رو دادم به پری و به گردنش انداخت. خرداد ماه امسال ماه آخر بارداری پری بود که اتفاق عجیبی افتاد. وسط جنگ ایران و اسرائیل بودیم و از سر غروب صدای کلاغ از بام خونه به گوش می رسید. از بد روزگار برق هم رفت و همه جا تاریک شد. می گفتن برق رو به خاطر بمباران و مسائل امنیتی قطع کردن. هنوز سر شب بود و من روبروی پنجره ایستاده بودم که ناگهان چشمم به موجودی سیاه و بزرگ توی تاریکی افتاد که از تپه روبروی خونه پایین می اومد. دسته بزرگ کلاغ هم توی آسمون بالای سرش بودن و سر و صداشون از پشت پنجره بسته هم به گوش می رسید. اگرچه کلاغ‌ها مثل سایر پرنده ها شبها به خواب عمیق نمیرن، اما دیدن اون همه کلاغ توی آسمون که با شدت به سمت تاریکی حمله میکردن عجیب بود. با کنجکاوی زیاد به تاریکی خیره شدم و
اون موجود رو دیدم که مورد هجوم کلاغ‌ها قرار گرفته بود، ولی اون هم از کلاغ‌ها میگرفت و میکشت و جیغ‌هایی میکشید که مردم فکر میکردن از ترس بمباران زنها جیغ میکشن. کم کم به ساختمون ما نزدیک شد و سایش روی دیوار ساختمون روبرویی افتاده بود که انگار از دیوار ساختمون بالا می اومد. همه واحدها به علت بمباران به شهرستان رفته بودن و توی آپارتمان 8 واحدی فقط ما بودیم و یه زن و مرد که تازه ازدواج کرده بودن. ما ساکن طبقه آخر بودیم و اون شب ترس رو در وجود خودم می دیدم. پیش خودم می گفتم کسایی که شغلشون سر کله زدن با این موجودات واقعا دیوونه هستن. سایه اون موجود رو دیدم که پرید روی پشت بام و کلاغ‌ها به صورت گله‌ای بهش حمله می کردن. ما طبقه 4 بودیم و صدای پریدن اون موجود روی سقف بتونی خونه باعث ترسمون شد. از طرفی جیغ‌های مداوم داشت ما رو زهر ترک می کرد. پری 2 دستش رو روی گوشاش گذاشته بود که صداشو نشنوه، اما صدای کلاغ‌ها اونقدر زیاد شد و در آخر این حملات اونقدر ادامه پیدا کرد تا اون موجود سیاه جیغ بلندی کشید و از بالای ساختمون به پایین افتاد و انگار دود شد و غیبش زد. صدای همسایمون رو شنیدم که ساکن طبقه 3 بودن. در رو باز کردم و داخل راه پله صداشون زدم. خانومش اومد کنار پری و من و آقا بهرام رفتیم روی پشت بوم. وقتی رسیدیم بالا با صحنه عجیبی روبرو شدیم. جنازه کلی کلاغ روی پشت بام بود که ازشون فیلم گرفتم و فیلمشون رو همراه داستان ارسال کردم. بعد از رفتن اون موجود دیگه اتفاقی نیفتاد تا اینکه 10 روز بعد همسرم زایمان کرد و خدا یه پسر سالم و قشنگ بهمون داد. اوایل مهر ماه بود که من اون مهره رو صحیح و سالم تحویل خاله همسرم دادم و ازش تشکر کردم. حالا میدونم که آل فقط توی قصه های قدیمی و روستاها نیست. حضور موجودات ماورایی هنوزم دیده میشه، حتی توی شهر و ساختمونای بزرگ. حالا هر بار که بچه‌مو بغل میکنم چشمم ناخودآگاه به پنجره میفته. با نگرانی نگاه میکنم و میگم شاید دیگه اون موجود هیچ وقت بر نگرده و یا شایدم در کمین نشسته و منتظر فرصتی مناسب باشه.